خدای مهم ایرانیان پیش از ورود زرتشت. ایزد مهر یا میترا. خدای یکتای ایرانیان در دین زرتشت. اهورامزدا. خدای دیگر ایرانیان باستان که به ایزد باد معروف بود. ایزد وای یا وایو که اصطلاح ای وای برمن یا ای وای از اونجا گرفته شده و این خدا اگر با عرابش به سمت آسمون میرفت رعد و برق ایجاد میشد و اگر به سمت زمین میومد گرد و غبار ایجاد میکرد. خدای زمان در ایران باستان، پدر اهورامزدا و اهریمن و خالق هستی. خدای زروان که 1000 سال دعا کرد تا فرزندی به دنیا بیاره، اما بعد از 1000 سال یک دوقلو به دنیا آورد که یکیشون اهریمن شد و یکیشون اهورامزدا. خدای پیروزی و جنگاوری در ایران باستان. خدای بهرام که به شکل حیوانات هم تبدیل میشد و ابزاری نیرومند برای مبارزه داشت. خدای محبوب ایرانیان که به پاکی و زایش معروف بود. آناهیتا که سوار بر عرابه‌اش 4 تا اسب داره: تگرگ، برف، باد و باران. الهه ایلامیان و خدای جهان وطن. پینیکیر. خدای خورشید و آفریننده روز در تمدن ایلامیان. ناهوته. خدای حامی شوش در تمدن ایلامیان. این شوشینا که یکی از معروفترین خدایان ایلامیان هستش که زیگورات چوغ زنبیل برای اون ساخته شده. ایزد پیام‌آور خدایان در تمدن ایلام. سیموت.